نمیصرفه. دوستی سلام. در نمیاد. من که هنوز چیزی نگفتم. نه تو رو خدا بیا چیزا بگو. دوستا ماشین من حاضره. جلو دره. جلو در که یه پراید مال من لاماری بود. حالا اونجوری که توریده بودی گفتی جمعش کن چیزایی که ازش مونده بود یه پراید بیشتر ندای من. دوستی از بیمه میخوام خسارت بگم تو فاکتور 10 تومن بالاتر میزنی؟ میزنم ولی کارمزدمو میگیرم. چقدر داره؟ 15 تومن. دوستا این حداقل یه ما کار داره. رو مغز خواهش میکنم مال خواهرمه. خودش میاد تحویل بگیره. آره. چیزا بگو بیاد یه رو دیگه آماده سلام ردیف. آقا متی دستم به دامنه. با ماشین آقام تصادف کردم. اوه رفیق داری خونه مشرعی داشته باشه؟ نه. پس بگرد پیدا کن. چطور؟ گندی که تو زدی ماشین اینو تو نمایش شد دیگه آقا خونه راز نمیده. دوستی ماشین من که حاضر. برو یه هفته دیگه بیا. آقا متی من که آقا تا یه چای بزنی ماشین آماده است. ماشین این آقا چرا زودتر حاضر چون میشه؟ محمد آقا نمایشگاهی بده بخوره. دوستا سلام. خسته نباشی. دوستا. از زنگ من نمیدید دستم بده. دوستی مخلص. باشه کاچا چرا؟ آمت این ماشینم دردسر داره. چرا؟ هر جا میری روغن لاستیک عوض کنی میکنه تو پاچه. خب برو تپسی گاراژ بدونی که وقت تو بگیره میتونی وقت رزرو کنی تازه قیمتاش هم مشخصه. روغن بهتام و لاستیک بارز هم میتونی با پرداخت دیجی پی بگیری. چه جوری؟ کاری نداره وارد اپ تپسی میشی گاراژ رو انتخاب میکنی وارد وبسایتشون میشی با 200,000 تومان تخفیف 3 سوت کار تو راه میندازن. اسمتی تو رو خدا ماشین امانت تمیزش بیا. مال رفیقم. ببین بیا با هم رو راست باشیم ماشین فقط بوگیر سالم. فکر نمی‌کنم دیگه رفاقت البته اشکال نداره هر شروعی یه پایانی داره. در چرا توسیه؟ چشم قشنگه که ماشین سفید آخه. به من چه بره ماشینش رو رنگ کنه.